چرا مردم منو نمیبینن؟ میتونه علتش این باشه که من خیلی باادبم؟ یک حقیقت تلخ وجود داره. نحوه برقراری ارتباط شما مشکل داره. شما طوری ارتباط برقرار میکنید که مردم دور میشن. وقتی با کسی صحبت میکنید، اون چیزی که در وهله اول مهمه چهره شما نیست. ایده های شما هم نیست. بلکه نحوه انتقال انرژی از سوی شماست. امروز 5 عادت مهمی که در ارتباط گیری با دیگران وجود داره بهتون میگم. اگر همه این موارد رو رعایت کنید، مردم نه تنها به حرفتون گوش میدن، بلکه عاشقتون میشن. برای شنیده شدن صحبت کنید. وقتی مردم رو دیدید صحبت کنید و با صحبت کردن راحت و ساده اعتماد به نفس خودتون رو بالا ببرید. با مردم صحبت کنید، در مورد احساساتتون بگید و از صحبت کردن خجالت نکشید. یادتون باشه که مردم هم میخوان صحبت کنن، پس تک‌گویی نکنید. وقتی در جمعی هستید از خودتون بپرسید که من اینجا هستم که فقط حرف بزنم یا ارتباط برقرار کنم. برای ارتباط درست با مردم و شنیده شدن باید به احساسات مردم هم اهمیت بدید. هر وقت صحبتتون تموم شد با دقت به حرفای مردم گوش کنید و با اونها همدردی کنید. مدام در صحبتاتون خودتون رو تکرار نکنید. با منم کردن و تعریف از خود احساسات مردم رو نسبت به خودتون منفی میکنید. مدام در حرفاتون شکایت نکنید و انرژی مثبت داشته باشید. لازم نیست که در هر ارتباط مدام از ضعف‌ها، بیماری‌ها و ناراحتی‌هاتون بگید. گفتن مداوم مشکلات به مردم یعنی من مسئولیت زندگی خودم رو نمیپذیرم و انسان مسئولیت پذیری نیستم. وقتی کسی صحبت میکنه وسط حرفاش حرف نزنید و مدام صحبتاش رو قطع نکنید. این کار این پیام رو میده که افکار من مهمتر از افکار توست. شاید این کار شما از روی بیادبی نباشه و فقط از روی هیجان باشه، ولی با گذشت زمان مردم از وجود شما احساس امنیت نخواهند کرد و با شما هم صحبت نمیشن. موقع صحبت کردن متمرکز باشید، چون انرژی پشت کلمات شما بلندتر از خود کلمات شما صحبت میکنه. شما نادیده گرفته نمیشید چون ارزش ندارید، بلکه نادیده گرفته میشید چون هنوز به صحبت کردن تسلط پیدا نکردید. وقتی یادش گرفتید احساس میکنید که آرامتر شدید، هدفمندتر شدید و کنجکاوتر شدید. سعی کنید به صحبتهای دیگران خوب گوش کنید، چون باعث میشه متمرکزتر شوید و هنر خوب حرف زدن رو سریعتر یاد بگیرید. این ویدیو رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و با کسی که نیاز داره بشنوه به اشتراک بذارید. ممنون که تماشا کردید. تو ویدیوهای بعدی میبینمتون.